نپرداخته تا بگردونش که نپرداخته نه پودا را برده ساده مینم اونم دختخچه پرداختنی اونها. با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم برادران و خواهران اهل اسلام و بر کل بینندگان شبکه کاروان عمر. خداوند همه ما و شما را در پناه خودش نگه می‌دارد. چرا امروز خودکشی بین جوان دختران و جوان پسران بسیار شده است؟ و نواری که شما دیدید، یک دختر تاجیک میخواهد که خودش را به همان دریا بپرتاید، یعنی که به جان خودش با دست خودش قصد کند، خودکشی کند. متاسفانه خوش به حال آن شخصیت هایی که او را نجات دادند. خداوند نگهبان آنها باشد. عکس کلاش خپه برورش خپش نمونش تاما خپش پال نیب خپش نه هوش نکنی خپش تاما هوش نکنی نه هوش نکنی تاما هونه یکان جایی نمینی. چرا امروز بین این جوان ها، بین این شخصیت ها، بین این جوان دختران چنین کارها بسیار شده است؟ سبب در چیه؟ سبب اصلی انا همان است که این فیلم های ترکی بسیار عقل های مردم را، عیناً جوان ها را دیگرگون کرد. به جای آنه که زندگیشان را با دست خودشان سازند، اما به فیلم ها نگاه کرده از آنها عبرت میگیرند. لیکن نمیدانند که انا همان کیناهایی که میگیرند، فیلم هایی که میگیرند، اینها همه از حیات گرفته شده است. ولی بعضی مردم، بعضی جوان ها از فیلم بهر خود حیا میگیرند. لیکن حیات کجا شد اون ناموس و غرور مردانگی مردها؟ کجا شد ایمان مستحکم عفت زنها؟ چرا پیش چنین واقعه ها نبود؟ چرا پیش چنین حالت ها نبود؟ هرچند مجبور نشوند، یگان با گناه سخت مقصد چی نکنند، هم خودکشی نمیکردند، فقط از خداوند طلب میکردند که خداوند تا گناه های آنها را ببخشد. ولی امروز دختر تاجیک یا خودکشی دارد، یا رگ دستش را برید، یا اینکه خودش را به دریا پرتافت. نعوذ بالله. فکر میکنه که با همین خودکشی کردن جانشان خلاص؟ نه. هر شخصیتی که خودکشی کرد، جنازه کردن درست نیست میگن. در اون دنیا خودش دار کشید، ابدا ابدالابد چیکار میکند؟ خودش دار میکشد. آن جانی که خداوند بر شما داده است، چرا باز قصد میکنید؟ این همه حالت ها، این همه کارها، این همه وضعیت ها، این همه خبرهایی که ما و شما میبینیم و میشنویم، اینها همه چی هستند؟ اینها همه از همان فیلم های ترکی گرفتند، بهر خود پیشه کردند، از ایمان و حیا و عفت دور شدند. امروز جوان های ما دست به همین کار زده و راستی یک کناهایی کرده است. نعوذ بالله. این فیلم های ترکی بسیار جوان ها را ایراه گمراه کرده است. پدران و مادران، خواهش میکنم به فرزندهای خود با توجه باشید تا فردا سر شما را خم نگرداند. خداوند برای هر یک مرد ایمان مستحکم، مردانگی، غرور، ناموس و شجاعت را نصیب گرداند و برای هر یک زن ایمان مستحکم، حیا و عفت را نصیب بگرداند. خداوند از خودکشی کردن و از چنین حادثه ها در پناه خودش نگه می‌دارد و هیچگاه به چنین کارها دست نزنید. با شما هستم ابو مدثر. سلام علیکم و رحمت الله.